سلام عرض میکنم خدمت شما. با جلسه دوم صنعت سیمان در خدمت شما هستیم. توی جلسه قبلی ما در رابطه با خود سیمان، کلینکر و حالا حوزه‌های مصرفشون و یه نکاتی هم در رابطه با نحوه تحلیلشون توضیحات خدمت شما عرض کردیم که به فرض مثال باید برین آمارا رو چجوری در بیارید، چه آمارایی رو باید در بیارید که ببینید آیا تو این صنعت رونق وجود داره یا اینکه نه در رکود به سر میبره. توی این جلسه قراره که در رابطه با فرایند تولید سیمان و حالا انواع سیمان و حالا کاربرد سیمان توضیحاتی رو خدمت شما دوستان عرض کنیم. اما در رابطه با فرایند تولید سیمان، قبل از اینکه در رابطه با فرایند تولید سیمان توضیحاتی خدمت شما عرض کنیم، باید بدونید که توی خود این فرایند از چه موادی استفاده میشه. بالفرض مثال میخوام خدمتتون عرض کنم، ما برای تولید سیمان احتیاج داریم به رس، احتیاج داریم به سنگ آهن، آلومینیوم، شیل، سنگ آهک، گچ یا همون ژیپس. اما هر کدوم از اینا یه کاربردایی رو دارن. بالفرض مثال میگم ماده شیمیایی که داریم استفاده میکنیم اکسید کلسیم است یا همون آهک زنده. خب این یکی از عناصر اصلی است که توی تولید سیمان داره استفاده میشه. یه چیزی حدود 60 تا 67% تولیدات مواد اولیه‌مون رو این تشکیل میده. دی اکسید سیلیسیوم یا همون سیلیس 17 تا 25% داره استفاده میشه که برای استحکام سیمان هست. اکسید آلومینیوم یا همون آلومینیا که یه چیزی حدود 3 تا 8% داریم استفاده میکنیم که کمک میکنه به ذوب و افزایش مقاومت خود سیمان در برابر حالا آبای سولفاتی. اکسید آهن هست، اکسید منیزیم هست که بین نیم تا 6% و 0.1% تا 4% استفاده میشه که کمک میکنه به خود ذوب. یه چیزی حدود 3 تا 5% هم نیاز داریم به سولفات کلسیم یا همون ژیپس. و حالا بقیه موادی که درصدشون خیلی پایینه و داخل تولید سیمان استفاده میشه. اما ببینید دوستان، ما برای خود منابع مواد اولیه سیمانمون اگه بخوایم به دو دسته تقسیمش کنیم، یه دونه مواد آهکی داریم، یه دونه مواد قلیایی داریم که حالا اونایی که آهن و آلومینیوم و سیلیسیوم هستن توی دسته قلیایی ها هستن و کلسیم ها توی دسته آهکی. بالفرض مثال میگم رس، شیل، سنگ آهن، پوست اکسیدی و حالا سرباره کوره آهن، اینا تمامشون داخلشون آهن دارن. یعنی اگه مثلا رس نبود من میتونم از پوست اکسیدی استفاده کنم، از سرباره کوره آهن استفاده کنم. مثلا برای آلومینیوم میتونم از خود آلومینیوم استفاده کنم یا یکی نه از خود رس استفاده بکنم. سیلیسیوم توی خاکستر بادی وجود داره. اینا رو موادی هستن که ما میتونیم جای همدیگه استفاده کنیم، ولی قطعا باید میزان مصرف اون یه کم و زیاد باشه و اون درصدی که لازم داریم و بتونیم با توجه به عیاری که اینا دارن به همون بدن. یا مثلا بخوام خدمت عرض کنم، ما به جایی که از سنگ آهن استفاده کنیم برای کلسیممون میتونیم از صدف دریا استفاده بکنیم و اون کلسیمو برای تولید تامین کنیم. اما خود فرایند تولید به چه شکلی هست؟ ما برای تولید سیمان اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که مواد خاممون رو بتونیم از معادن استخراج بکنیم. در واقع میایم مواد خامی که نیاز داریم و مثل سنگ آهک، مثل ماسه یا رس، مثل شیل، مثل خاکستر بادی، اینا رو تهیه میکنیم، استخراجشون میکنیم. بعد از اینکه استخراج شدن میبریمشون توی سنگ شکنان و تبدیلشون میکنیم به یک قطعات کوچیکتر. حالا ابعادشون رو میاریم پایینتر و کوچیکترشون میکنیم. این مرحله اول کاری هست که باید انجام بدیم. مرحله دوم کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم آسیابشون کنیم و بیایم با همدیگه مخلوطشون کنیم. یعنی در واقع ما میایم اینا رو بعد از اینکه حالا آسیاب شد با توجه به اون فرمولاسیونی که داریم میایم با مواد شیمیایی حالا افزودنی‌های دیگه‌ای که لازم هست یک مخلوط همگنی تشکیل میدیم که درصدی که داریم استفاده میکنیم با توجه به همون خواصی هست که از اون سیمان میخوایم بگیریم، چون که سیمان انواع مختلفی داره که حالا من جلوتر خدمتتون عرض میکنم که به چه شکلی هست. بعد از اون شروع میکنیم به حرارت دادن. ببینید دوستان، مرحله بعدی مرحله‌ای هست که بهش میگن پیشگرم یا اصطلاحاً بهش میگن اعمال حرارت اولیه مواد خام. توی مرحله 4 ما میایم از یه کوره استفاده میکنیم که این کوره یه حرارتی داره. این حرارت رو میارنش تو مرحله قبلی، یعنی توی مرحله 3 از گرماش استفاده میکنن، مواد اولیه رو به نحوی گرمش میکنن، یه جوری آمادش میکنن برای پخت داخل کوره اصلی. با این کار چند تا
مزیت داره، چند تا اتفاق میفته. یکی این که مواد اولیه اون یک ذره حرارت گرفته، توی مرحله بعدی انرژی کمتری مصرف میشه، علاوه بر اون آلودگی کمتری هم به محیط زیست وارد میشه. بعد از اون یعنی مرحله 4 ما تازه میره داخل خود کوره اصلی. ما توی کوره اصلی تازه میان حرارت اصلی رو بهش میدن که یه چیز حدود 2000 درجه سانتیگراد هست و تمام ترکیبات شیمیایی دقیقاً داخل همینجا اتفاق میفته که حالا واکنش‌های شیمیایی که بین حالا ترکیبات بین کلسیم و سیلیسیوم و سیلیسیوم دیوکسید و اینجور مواد هستن و دقیقاً تمام مواد اولیه خامی که ما استفاده کردیم تمام اینا میان واکنش‌های شیمیاییشون انجام میشه و تبدیل میشن به ماده‌ای به اسم کلینکر که من توی جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که کلینکر چی هست. بعد از اون تازه میبرن خود کلینکرها رو سردش میکنن. یک دفعه اون کلینکرها رو تا دمای تقریبا 100 تا 200 درجه سانتیگراد سرد میکنن و بعد از اونم حالا اگه برای تولید سیمان بخوان استفاده بکنن شروع میکنن با آسیاب کردن کلینکر. اینجا رو یه پرانتز باز کنیم، یه توضیحاتی بخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید دوستان، کلینکر رو یا اینکه به همین شکلی که هست میتونن نگه دارن تا 2 سال میتونن انبار کنن نگه دارن، یا اینکه نه ببرن تبدیلش کنن به سیمان. من تو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم ما کلینکر رو میتونیم توی طولانی مدت نگهداری بکنیم اما سیمان رو نمیتونیم نگهداری بکنیم به صورت بلند مدت. اما در صورتی که ما بخوایم از این کلینکر استفاده بکنیم و ببریمش به سمت تولید سیمان، میان این کلینکر رو آسیابش میکنن، بعد با چند تا ماده دیگه ترکیبش میکنن. توی این مرحله‌ای که داره آسیاب میشه و حالا مواد دیگه بهش زده میشه، سنگ گچ هم یا همون ژیپس برای حالا مقاوم سازی خود سیمان و کلینکر بهش زده میشه. در نهایت هم خب به سیمان حالا یا به صورت فله یا یکی به صورت حالا بسته‌های 20 تا 50 کیلوگرمی بسته بندی میشه و آماده میشه برای فروش. اما سیمان سفید به چه شکلی تولید میشه؟ ببینید دوستان، سیمان سفید هم دقیقا مثل همون سیمان پورتلند میاد تولید میشه. در واقع اون رنگ تیره‌ای که سیمان خاکستری یا سیمان پورتلند داره دلیلش وجود حالا سولفات منیزیومه و حالا اون سوختی است که ما داریم استفاده میکنیم باعث میشه که رنگ تیره سیمان به خودش بگیره. برای که اتفاق نیفته باید سولفات آهن و منیزیوم رو بیایم از سیمان حذفش کنیم، به جای اون خاک رس سفید رنگ داخلش بریزیم. سوختمون هم دیگه نمیتونیم از زغال سنگ یا مثلا مازوت استفاده بکنیم، باید بیایم از خود گاز طبیعی استفاده بکنیم. این باعث میشه که ما سیمان سفید تولید بشه و سیمانمون دیگه اون رنگ خاکستری رو نداشته باشه. اما انواع سیمان، ببین دوستان، من اینجا یه چارتی تهیه کردم گذاشتم که حالا انواع سیمان میاد دسته‌بندی میکنه و به ما نشون میده. شاید شما برید جاهای دیگه زیر مجموعه بیشتری رو توی چارتتون ببینید یا بعضی از جاهاش با این فرق بکنه. نکته‌ای که هست به صورت کلی خود سیمان به 2 دسته تقسیم میشه، یکی پورتلند هست یکی غیر پورتلند، که در حال حاضر تقریبا میشه که به این مواد پلیمریک داره استفاده میشه بهشون میگن سیمانای غیر پورتلند. اما خود پورتلند ما داریم میبینیم که میشه تیپ 1 تیپ 2 3 4 5 سیمانای ویژه رو داریم ما که به 2 دسته سفید و رنگی تقسیم بندی میشه و سیمانای حالا پورتلند آمیخته رو داریم که میشه سیمان بنایی، سیمان آهکی، پوزولانی معمولی، پوزولانی ویژه، مرکب و پورتلند روباره‌ای که با همدیگه میریم ببینیم که چه کاربردی داره و بقیه سیمانایی هم که توی این چارت نیست رو بهتون توضیحاتشو بدم. سیمان پورتلند، ببینید دوستان، کلینکر رو میان آسیابش میکنن. من توی فرآیند تولید خدمتتون عرض کردم که به چه شکلی سیمان تولید میشه. کلینکر رو میان آسیابش میکنن، بعد میان با سنگ گچ و حالا تعدادی مواد شیمیایی دیگه اینا رو مخلوط میکنن. یه استانداردی داره، بر اساس استانداردهایی که هر سیمانی میتونه داشته باشه و کاربریایی که داره میان درصد این مواد رو کم و زیاد میکنن. خود بیشترین موادی که ما توی خود سیمان پورتلند داریم استفاده میکنیم یکی سنگ آهک و یکی هم رس، یعنی همون مواد اولیه که تو کل سیمانا داره استفاده میشه. خب سیمان پورتلند خودش به دستای مختلفی تیپ 1 2 3 4 5 خودش با زیر مجموعه داره، هر کدوم از اینا به دستای مختلفی تقسیم بندی میشه. اما معمولا کارخونه‌های ما میان سیمانای پورتلند نوع 1 نوع 2 و نوع 5 رو تولید میکنن. قطعا اگر شخصی شرکتی
نوع خاص 3 یا 4 خاص یا حتی زیر مجموعه اینا رو نوع خاصش خاص میتونه به کارخونه‌ها سفارش بده و کارخونه‌ها براش تولید بکنن. خب من عرض کردم توی اسلاید قبلی خدمت سیمان ویژه به 2 دسته رنگی و سفید تقسیم بندی میشه. سیمان پورتلند آمیخته هم به 3 دسته پوزولانی معمولی، پورتلند پوزولانی ویژه و پورتلند روباری یا همون سرباری تقسیم بندی میشه که حالا دسته بندی اصلیشون هست. اما بریم ببینیم که هر کدوم از سیمانا چه تیپی هستن و چه کاربردایی دارن. سیمان پورتلند تیپ 1 همون معمولی اسمش روشه. ببینید دوستان توی کارهای معمولی عمومی مثل حالا اسکلتایی که حالا بتون آرمه هستن، قطعات پیش ساخته بتون آرمه، ساخت تونل‌ها، پل‌ها، جدولایی که توی خیابونا کشیده میشه، فرش کف خیابونایی که انجام میشه رو میان از سیمان تیپ 1 استفاده میکنن. سیمان تیپ 2 یا سیمان اصلاح شده، سیمانی که بیشتر توی در برابر، حالا بهتره بگم در برابر سولفاتا مقاوم تره. به خاطر همین میبیننش توی کانالهای فاضلاب، پل‌های آبی، مناطقی که حالا ساحلی هستن. توی ایران هم بیشترین کاربرد و بیشترین تولید همین سیمان تیپ 2 هست. یعنی شما برین بورس کالا هم چک بکنید میبینید که اصلا تولیدات، اصلا فروش خود سیمان تیپ 2 چقدر بیشتر از بقیه سیمان‌ها داخل بورس کالا هست. خب ما توی ایران کلور و سولفات زیاد داریم، به خاطر همین میان از این سیمان تیپ 2 زیاد استفاده میکنن که بتونه مقاوم باشه در برابر حمله خود سولفات ها، چون باعث میشه که این سولفات ها اون میلگرد یا حالا اون آهنی که وسط خود بتون هست از بین بره، خورده بشه. خب اگر جایی ما دیدیم که میزان کلور و سولفاتش خیلی دیگه بیشتر شده، ما میام از سیمان تیپ 5 پوزولانی ویژه استفاده میکنیم. اما سیمان پورتلند تیپ 3 اصطلاحاً بهش میگن پورتلند زود سخت شونده و زودگیر. خب ما سیمان تیپ 2 کنگیر بود، تا حدودی میشه و کند بود، اما تیپ 3 مون نه، زود میخواد مقاوم بشه و سخت بشه. دلیل اینم که زود حالا سخت میشه و مقاوم میشه اینه که خود آسیابی که انجام میشه روی سیمان پورتلند تیپ 3 بسیار ریزه، به خاطر همین زمان گیرشش خیلی سریعتر میشه. به درد این میخوره که تعمیرات فوری که میخواد انجام بشه حالا جایی بیان ازش استفاده بکنن. مثلا جایی رو میخوان زودتر قالبا رو باز بکنن، یا اینکه نه میخوان زودتر به بهره برداری برسن، یه پلی هست میخواد تعمیر بشه، تعمیراش با هر چه سریعتر انجام بشه تا یه محموله از روی اون پل رد بشه، میان از این سیمان تیپ 3 استفاده میکنن. اما سیمان تیپ 4 که حالا حرارتش کمه و دیرگیرم هست، یعنی هر چقدر که دیرترم سیمان بخواد مقاوم باشه این حرارتش کمتر تولید میشه، چون که مدت زمان مقاومتش کم میشه، باعث میشه که یه حرارت کمتری رم به بیرون بده. هر چی سریعتر بخواد مقاوم بشه باید حرارت بیشتری رم بیرون بده. به درد جایی میخوره که هوا گرمه، یا که به فرض مثال میخواد بتونریزی‌های حجیم اتفاق بیفته، مثل سدها، ساختمان‌های بزرگ. بیشتر هم به درد این میخوره که جایی استفاده بشه که ما سولفات نداشته باشیم. اما سیمان پورتلند تیپ 5 که اصلا بهش میگن پورتلند ضد سولفات، بیشتر تو مناطق‌های حالا ساحلی، آبی یا اونجایی که خاک سولفاتی بسیار بالایی داره استفاده میکنن. اگر خاطرتون باشه من توی سیمان پورتلند تیپ 2 گفتم اگر دیدیم که اون منطقه‌ای که داریم کار میکنیم کلور و سولفاتش بیش از اندازه است، دیگه میریم به سمت سیمان تیپ 5. اما سیمان پورتلند ضد آب یه رنگ سفید خاکستری داره، اما سیمان سرباره‌ای ضد سولفات یه مقاومت متوسطی در مقابل حالا حمله سولفاتا و حرارت هیدروتاسیون از خودش نشون میده. اما سیمان حفاری خب انواع مختلفی داره، معمولا توی عمق‌های پایین مثلا 2000 متر، 3000 متر، حالا حد اکثر تا 4300 متر استفاده میشه. قطعا این انواع مختلفش هم با توجه اون عمقی که داره استفاده میشه فرمولاسیون میشه و تولیدش میکنن. سیمان چاه نفت، این سیمان خب دیرگیره، در برابر فشار تو دماهای بالا مقاومه، معمولا توی درزگیرهای خود چاه نفت میان استفاده میکنن ازش. بعضی اوقات توی حالا چاهای آب و فاضلاب هم ازش استفاده میشه. اما سیمان بنایی، ببینید این سیمان تقریبا مقاومتش کمتر از سیمان نوع 1، معمولا میره برای ملات آجرکاری و بلوکاری و اندودکاری بیرونی، حالا
بخش مثلا داخلی ساختمون یا مثلا کفوشا و جدول‌ها بیان ازش استفاده میکنن. من نکتهش اینه که از سیمان پرتنده تیپ 1 مقاومتش کمتره. خب یه سیمان هم داریم که حالا میاد گیرش خودش رو تنظیم میکنه، با توجه به اون بتونی که لازم داریم میان فرمولش بنویسن و توی تولید به نحوی تولیدش میکنن که بتونن توی مثلا چند دقیقه تا چند ساعت ازش استفاده کنن. خب یه سیمان ضد آب داریم که برای حالا انبار کردن طولانی سیمان داره استفاده میشه و مقاوم هست در برابر فاسد شدن. سیمان مرکب مقاوم در برابر شوره. ببینید دوستان، این اسلاید شاید شما زیاد داخل بورس کالا نبینید این انواع سیمانو. دلیلش هم اینه که زیاد کاربردی ندارن و معمولا خود مصرف کننده به کارخونه ها سفارش میدن و از خود کارخونه دارا خریدشون رو انجام میدن، چون برای مصارف محدود هست. سیمان نسوز هست که حالا انواع مختلفی داره، 450 500 550 که میره توی صنایع حرارتی ازش استفاده میشه. سیمان سفید هست که من خدمتتون عرض کردم. برای سیمان سفید خب باید سولفات آهن و منیزیم ازش بگیرن و خود سوخت تولید سیمان سفید هم باید به نحوی باشه که دود تولید نکنه، پس باید گاز طبیعی باشه. از زغال سنگ و مازوت نمیتونن استفاده بکنن، به خاطر همین هم است که یک ذره گرونه. بیشتر هم برای جاهایی استفاده میکنن که حالا تزیینی باشه. سیمان رنگی هست، خب بیشتر این هم جنبه تزیینی داره، توی نماهای ساختمون میان ازش استفاده میکنن. سیمان پوزولانی هست، بیشتر میرم داخل بتونریزیایی که حالا حجیم هست اتفاق میفته، یا مثلا میبرنش داخل مناطقی که حالا گرم هست. چرا؟ چون که یه حرارت کمی از خودش بیرون میده. ولی از اونجایی که حالا در برابر سولفات مقاومه، به خاطر همین میبرنش نزدیک سواحل یا خاکای سولفاتی ازش استفاده میکنن. فاضلابای شهری یا مثلا ساخت و سازایی که زیر دریا داره اتفاق میفته، از این سیمان میان استفاده میکنن. اما سیمان آمیخته، توی تولید سیمان آمیخته میان علاوه بر اون کلینکر و گچی که حالا با هم دیگه ترکیب میشن، میان یه مواد دیگه مثل پوزولان، مثل سنگ آهک، مثل سرواره آهن گدازی میان ازش استفاده میکنن، داخلش ترکیب میکنن. حالا یه ویژگیی داره این سیمان آمیخته، یکی کاهش بهای تمام شده هست. خب به خاطری که ما میام از کلینکر کمتری استفاده میکنیم و میایم حالا مثلا میام از پوزولان داریم میام استفاده میکنیم، این باعث میشه که مواد ارزون قیمت تری استفاده بشه و قیمت خود بهای تمام شدهمون بیاد پایینتر. انرژی کمتری مصرف میشه. چرا؟ چون که ما پوزولان رو وارد مرحله کوره که پخت کلینکر نمی کنیم. بعدش هم به خاطر حالا سوس بودنی که خود پوزولان داره، ما توی مرحله آسیاب انرژی الکتریکی کمتری هم استفاده میکنیم برای خود آسیاب کردنش. در نتیجه باعث میشه که ما یه کاهش انرژی رو داشته باشیم. مقاومتی که این نوع سیمان داره نسبت به سیمان تیپ 1 و تیپ 2 بیشتره در برابر حمله حالا کلروسولفات ها. خب تمام اینا هم در نتیجه باعث میشه که ما یک کاهش آلودگی داشته باشیم برای زیست محیط. خب توی این اسلاید هم خب انواع بسته بندی ها رو دارین میبینید که حالا سیمان سفید تیپ 1، تیپ 2، تیپ 5، تیپ 3، سیمان چاه نفت، سیمان مرکب، پوزولانی، سرباری، توی بسته بندی های مختلف که اکثرا حالا 20 کیلویی تا 50 کیلویی هستن بسته بندی میشن و حالا به بازار عرضه میشن. من توی جلسات بعد در رابطه با وضعیت سیمان توی دنیا توضیحات خدمت شما دوستان عرض میکنم.